پاشایی در افغان میزبه، بوزکشی در ازبک میزبه، یعنی کارگیری در تاجیک و هزاره دیگر اگر یا اگر ریاست دست اینا باشد به اصلاح هیچ کلش بنده خدا نه بنده خدا هست، ما قبول داریم، ولی رحم مروت افغان بیشتر داره، افغان دورندش است. ما یعنی برای ترجمه که دارم، ما 40 سال در ایران بودیم، 40 سال در ایران بودیم، اینجا که آمدیم به این رهبرها خلاصه خدمتی نکرد، با ایلا غیر دوز وقتی میگرفتیم ما بردیم 12 میدیدیم که از خود ما که پیش آمده. حال خوب گپا نیست؟ نه الحمدلله. حال واسطه بازیش به نظر نه واسطه بازی نیست، مراد خدا به ایلا حفظ کنه، به ایلا بد نیست. خب بیاین که سر اصل گپ بیایم. اینمی چقدر میایه؟ اینمی 1 کیلو میایه. 1 کیلو میایه. 1 کیلو ازی چند است؟ 1 کیلو ازی اینمی 55 تا خود میایه، به ایلا 60 سودا میکنیم، 70 سودا میکنیم، 65 سودا میکنیم. خدا بزرگ است. امنیت که بود همه چیز هست. امنیت که بود ای کاکا چی میگه؟ خودت چی میگی از کارو بارت؟ یه دنیم امروز ما کار نکردم که تو برچی رو برون. خودت هم از برچی اومدی، کاکام از برچی اومده. بله. اما این آدم بسیار خوش است، میگه میچله. والا دیگه امیم روز که کار نبود، از این پیش روز 100 روپیه میشد، ولی که فعلا امیم روز کیس دم نشده. چند سال هستی کاکا؟ چند ساله شدی؟ 64. 64. کاکا شما چند سال هستی؟ ما 67 سال هستیم. این 3 سال شما کلانتر هستید. 3 سال. شما در کدام ایستگاه برچی زندگی میکنین؟ ما در دوغابادی برچی زندگی. دوغاباد برچی. شما در کجای برچی؟ مالی رفتیم. ما مالی رفتیم، خودم مریض هستم. خودم مریض هستم، من اونجا رفتم در شفخانه انتونیا. اونجا رفتم، باز یک رحم مروت است، یک نفر گفت که با 500 روپیه کمکم میده. رفتم 500 روپیه